من رؤوف ابراهیمبک رئیس خواجگی دهقانی ابراهیمبک نویه جلالالدین رومی جماعت خلیور участка مکسینگو که می باشم. من از سال 1950 در اینجا تولد شدم. خود در نویه بلخی زندگی ما بسر برده ایستادم و کار فعالیت کرده ایستادم. لیکن بعد از همین خیلی که ما فیلم های من همین نوارهای کینوهای من همین چرا تماشا کردیم، خیلی که در همونجا برای ملت تاجیک هم دشمنای ملت تاجیک رو در همونجا نشان میتین و مقصد در همونجا در نوارها نشان میتین. ما بسیار با خشم و غضب آمدیم که همین آدما را مثلا چی از همین تاجیکستان چی عیب مثال چی یگون چی کشیدگان که اینا ناراضیان، نه که ناراضیان باشن. ان شاء الله ما از خدای مهربان چی داریم که خیلی که همین پیشوای ملت ما محترم امام علی رحمان که منم مثال همین یک پیشوای ملت شده تاجیک در تمام روی دنیا مشهور گردون. این یک سربلندی همین تاجیکان می باشد که اینا پروردگار خودش همین با روزگی پروردگار همین آدم پیشوای ملت شده. ملت ما با از نو با برقرار شده، از نو با نقش نمایان. ما خیلی که در من همین جنگایی که من همین جنگای مثال شهروندی که سالهای 90 و 91 و 92 چی بودن، ما در همین همش من با چشمای خود دیدیم. گریزه شده به افغانستان رفتیم، لیکن در افغانستان مثال بسیار عذابا و مشقت‌ها کشیدیم وقتی گریزگی مونده. لیکن ما بعضی آدما را میبینیم که با همه آدما با از نو با سر برآورده ایستادن، با